الان آخری هم برای شماست. خب کمک کن بکش جلو، من که دستم نمیرسه تا اونجا که. خانومم بستنی دست کوچولوتون رو حساب نکردیم. میخواین که مهمون ما باشین ها؟ دوره الان همین یه دونه 600 تومن خورد و من از کجا در بیارم بهت بدم؟ فقط هم که چیپس و ماست. خوش بگذره. خانم محترم با صندوقدار کلکل نکن. میخوای من پاشم شما بشینی؟ خب واسه تو نوبتت بشه دیگه. پلاستیکا رو من جمع کنم، کم میارم تا شب. نفر یه دونه پلاستیک بیشتر بهتون نمیدم ها. بله عرض کردم خدمتتون اینجا فروشگاه خوبانه، تکفاش دائمیه، برای یکی دو روز نیست. بله گفتم خدمتتون اینجا میتونید با چک بدون سود و بدون پیش پرداخت خرید کنید. این یه حال دیگه. اینو من 2 بار زدم ببخشید. خانومم سیستمم قطع دارم میگم 5 تا صندوق دیگه هم هست، برید اونور. به من چه خانم، من صندوقمو بستم، تایم کاریم هم تموم شده. واسه تا همکار بعدیم بیاد.